سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اینجا هوا عالیه، هوا 28 درجه است، واقعا فوق‌العاده است. بعد آفتاب هی میره و میاد از پشت ابر، ولی کلا خیلی روز خوبیه. دیروز اینجا تعطیل بود و من نمیدونستم، برای همین نرفتم خرید کنم. یخچالم تقریبا خالیه، هیچی ندارم برای خوردن. الان ساعت حدود 2 و من خیلی گرسنمه، چیزی ندارم برای نهار بخورم. واسه همین اول میخوام برم خرید کنم، بعد یه ناهار سری بخورم، بعدش هم بشینم پای درس، چون که من ترم آخرم و پایان‌نامه‌م مونده. فقط ارشد نرم افزار میخونم اینجا توی برلین آلمان. فکر کنم کمتر از 90 روز مونده. روز دقیقش رو اینجا دارم توی نوشن. 87 روز مونده به اینکه بخوام تحویل بدم. چیزی نمونده. آره دیگه، برنامه اینه که خرید کنم، ناهار درست کنم، درس، بعد احتمالاً شبم برم باشگاه. بعد از باشگاه که برگشتم یه ذره آلمانی بخونم، چون که کلاس آلمانی هم دارم میرم و واقعا کافی نیستش که فقط تکلیفاشو آدم بخواد انجام بده، باید غیر از اونم درس بخونه آدم. بریم ببینیم چی پیدا میکنیم. همین دیگه، کیف پول و کلید. و من از وقت این هدفونا رو خریدم اصلا نمیتونم بدون اینا جایی برم. میذارم رو گوشم، حالا آهنگ پادکست رو پلی میکنم، نویز کنسلیشنش هم آن میکنم، اصلا واسه خودم میرم توی یه دنیای دیگه. واقعا همیشه آرزوم بود که یه دونه هدفون نویز کنسلیشن دار بخرم، که البته اینا اونقدر با اینکه JBL ولی مدل اونقدر خفنی نیست، ولی کار من را میندازه. هوا هم که خوبه. بریم. بالاخره اومدم خونه، از گشنگی دارم تلف میشم. یعنی واقعا خرید سوپرمارکتی برای من یه تسک سخته، چون انقدر سنگین میشه چیزایی که میخوام بیارم، واقعا کمرم میشکنه. دیگه وقتم ندارم که نهار درست کنم، واسه همین یه دونه از این چیزا گرفتم، سوشیای سوپرمارکتی. بعد توی یخچالم یه دونه چیز داشتم، یه ذره از باقی مونده لازانیا داشتم که از سرد قراره بخورمش. این شکلیه. آماده درس خوندن. واقعا اونقدر دوست ندارم برم سر تز نوشتن و پایان نامه نوشتن، ولی خب مجبورم. آقا شما شاهد بودید که هوا چقدر خوب بود امروز از صبح. الان که من میخوام برم باشگاه حاضرم شدم، یه لحظه چیز رو نگاه کردم، اپ ودر رو نوشته بود امکان طوفان هست.
بعد بیرون نگاه کردم گفتم فقط به نظر ابری میاد و اینا، فکر نکنم بخواد طوفان بیاد. بعد پنجره رو باز کردم، این که ابراست این شکلیه، هم صدای بادم میاد فکر کنم. حالا اینجا درخته، همچین چیزی نیست که بشه بادو، ولی اصلا خلوت شد، همه رفتن خونهشون. تا قبلش اینجا همه داشتن بازی میکردن، صدای بچه اونا میومد. انقدر خطرناک به نظر نمیاد. برم یا نه؟ آقا مثلا فکر نمی‌کنم انقدر شدید باشه بارونش. الان قشنگ دارم خیس میشم. چترم نیاوردم، این اسکولا، ولی اشکال نداره، خوش میگذره. Oh, Yes, it's after, isn't it? directly after. Don't move your hands, just through it. Yes. Fast, yes. And you see if I'm straight. Okay? Diesmal dafür eine Pause.
خسته و گرسنه دارم میمیرم جدی. حالا 3 ساعت باید شام درست کنم. این دفعه این قسمت رونو گرفتم چون دیگه انقدر سینه خوردم که حالم داره از سینه مرغ به هم میخوره. پوستشو بکنم. پوستش خیلی چربه نه، ولی خب خوشمزه تره با پوست. پوستشو میکنم بعد بهش روغن میزنم. روغن زیتون. ولی آقا من یه بایدم افتاد که دوولینگومو نزدم. ساعتم 11:49 است. Als Anna jung war, hat sie Schnee total gehasst. 94%. ساعت 12:30 گذشته. از اینجا فکر کنم خوب معلوم نیست. اینقدر نور اتاقم بده مجبور شدم چراغ مطالعه روشن کنم روی غذا. خب این که مرغاست، اینم سیب زمینیه، فقط روغن زیتون زدم بهش. بعد چون کوچولو و پوستشون لطیفه دیگه پوستشون رو نکندم، خیلی تمیز شستم و همینطوری درست کردم. به نظرم با پوست خیلی خوشمزه تره. اینم که سبزیجات، اینم حمص یا حامص. بعد اینم ماست یونانیه که توش نمک و فلفل سیاه و پودر سیر زدم. این سبزای روش هم رزماریه که من خیلی دوست دارم. یعنی ترکیب این با مرغ یا سیب زمینی خیلی عالی میشه به نظرم. حالا چون اینو داشتم توی، یعنی این ماست رو داشتم، ادویه رو توی این زدم. معمولا به خود سیب زمینی میزنم این ادویه که گفتم. و حالا اینو هم میزنم سیب زمینی اینطوری دیپ میکنم توش، خیلی حال میده. جاتون خالی. آقا من میخواستم مثلا خیر سرم برم دوش بگیرم، آلمانی بخونم قبل خواب، ولی الان فقط تونستم دوش بگیرم دیگه، هیچ کار دیگه ازم بر نمیاد. بعد اومدم دراز کشیدم، بعد این کتاب رو دیدم بغل تختم، گفتم حداقل یه چند صفحه از این بخونم، چون اگه این کار نمیکردم میشستم سریال میدیدم و دوباره خوابم نمیبرد. بعد این روش عکس شکوفای گیلاسه، به ژاپنی فکر کنم بهش میگن ساکورا. ما چند روز پیش رفته بودیم یه جایی توی برلین، یعنی فقط یه جا هم نیست، چند تا نقطه از شهره که از این درختای گیلاس هست. حالا ویدیو هم گرفته بودم ولی نذاشتم اصلا، چون کلا اصلا از اون روز ولاگ نگرفتم. حالا الان میخوام ویدیو رو نشونتون بدم، داستانش هم بگم، یه داستان جالب داره. حالا داستان این درختای گیلاس چیه؟ بعد جنگ جهانی دوم آلمان تقسیم شد به 2 بخش، غربی و شرقی، و حتی خود برلین هم تقسیم شد به 2 بخش و این 2 تا بخش با یه دیوار از هم جدا شدن. ولی طبق چیزی که من از چت جی پی تی پرسیدم، توی سال 1989 مردم اومدن اعتراض کردن و خودشون این دیوار رو خراب کردن، با چکش و تیشه افتادن به جون دیوار تا بیارنش پایین. بعد از اینکه این دیوار خراب میشه، ژاپن میاد به عنوان یه هدیه یه کمپین راه میندازه، کلی دونیشن جمع میکنه، کلی درخت گیلاس در امتداد جایی که قبلا دیوار قرار داشته و نماد ظلم و جدایی و جنگ بوده کاشته میشه، چون که درخت گیلاس نماد دوستی و صلح و امید و اتحاد و سلامتی و این داستاناست. حدوداً 9000 تا درخت از سال 1990 تا سال 2010 کاشته میشه. هر سال توی فصل بهار، توی ماه
آپریل این درخت‌ها شکوفه میدن و مردم میرن کلی باشون عکس میگیرن یا پیکنیک میکنن جایی که نزدیک اون درخت‌ها باشه و کلی ازشون لذت میبرن. البته این درخت‌ها فقط توی برلین نیستن و توی سراسر آلمانن، ولی توی برلین و پوتسدام که یه شهری نزدیک برلین بیشتر کاشته شدن. به نظرم داستان جالبی بود و خودم برام سوال بود که این درختای گیلاس داستانشون چیه. گفتم که برای شما تعریفش کنم. خب من برم بخوابم که فردا خیلی روز مهمی در پیشه، باید واسش انرژی داشته باشم.